با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق در برابر بنیاد، تعمیر و ترمیم و از نوسازی انشاءات‌های دیگر ساحه‌های خواجگی خلق، همچنین به بنیاد انشاءات‌های ورزشی و سالمگردانی توجه مخصوص داده می‌شود. با تشبث و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق در ساحل سیردریای شهر خوجند، کارهای ساختمانی راه پیاده‌گرد سالمگردانی و ورزشی ادامه دارد. فرمایشگر لایحه این انشاءات ورزشی و سالمگردانی ساختمان اساسی ولایت سوق بوده، کارهای ساختمانی را 30 نفر ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیحون خوجند به عهده گرفتند. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه اوگوست سال سپری شده آغاز گردیده تا امروز 70% به انجام رسانیده شدند. درازی عمومی راه پیاده‌گرد ورزشی و سالمگردانی در مجموع نزدیک 3000 متر را تشکیل می‌دهد. من همچون سابقه دار ورزش این اقدام رئیس ولایت خوشنود شدم. در اون بسیارتر رویم مشق کنیم، ما کسل نمیشیم. اینو ببینید چه خوش‌جا. در این انشاءات سالمگردانی تجهیزات و لوازمات ورزشی زمانوی نصب گردیده در اینجا ساکنان اساساً به پیاده‌گردی و آب و تاب بدن مشغول می‌شوند. انشاءات مذکور در موضع خوش باد و هوا ساحل سیردریا بنیاد می‌شود که شام و سحر ساکنان می‌توانند هم جسم و هم روح و روان خویش را آب و تاب دهند. بنیاد این انشاءات ورزشی و سالمگردانی برای عمومیت ورزش، برقرارکنی سلامتی و استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مرکز ولایت سوق شهر خوجند امکانیت مساعد فراهم می‌آورد.